درود خدمت رفقای گل. خیلی تو زدن دودی ایراد داشتن همکار عزیز، این هم آموزشو میذارم بذار برای بچه‌ها استفاده کنن. این قسمت اولش آموزش الگوگیری. این روش رو یاد بگیری تمام ماشین ایران خارجی همینجوری میزنی. بعد اینکه برچسبو پنگ کردیم روی شیشه فیکسش میکنی به اندازه چپ و راست کم اضافه میندازیم برای برش زدن. اون اضافه بالا رو برمیداریم، اگه لچکی چیز داشت اون رو میتونی برای لچکی هم بزن. خب حالا الگوگیری، سمت چپ از بغل اضافه هاشو میزنیم، سمت راست هم اضافه میزنیم، هر طرف یه مقدار اضافه بندازیم در حد نیم سانت میمونه بالاش. اول با کارتک وسط کار رو صاف میکنیم، خیلی راحت در ماشین رو باز میکنیم، شیشه رو یه مقدار میدیم پایین، یا آبی زیر اون بالا میپاشیم و با کارتک آب اونجا رو در میاریم، کیپ به کیپش میکنیم. خیلی راحت با تیغ اضافه بالا رو میزنیم. خیلی راحت آموزش دودی رو میذارم که میدونم خیلی از همکارا ایراد دارن و خیلی سخته براش. چپ و راست یه ذره اضافه شون تو مغازه با خطکش میزنیم. پیجمو داشته باش، قسمت‌های بعدی رو میذارم.